و خود انسان حتی در کارهایی که با اختیار و ارادهش انجام میدهد فکر میکند که کارهای اوست، اما این در واقع خدا هست در اینجا فاعل. یک چون همه کارها در علم ازلی خدا نوشته شده است. حالا توضیحش هم اینجا نیست. عرضم حضور شما خب اینا رو اسمشون رو گذاشتن جبری ها، اما یک گروه نه، معتزله معتقد شدن که نه، انسان در افعال اختیاریش اینجا تقریبا یعنی از دایره قضا و قدری الهی بیرون، یا یک گونه تفسیری کردند که تقریبا به همین میرساند که خدا هیچ کاره است در آنجا. خب اینا سبب شدند که مسلمانان باز تقسیم شوند به این معنا یک نفر عالم می آمد خیلی آدم مجتهد، اینا همش به نظر از لحاظ اعتقادی ها، هر آنچه که تا اینجا گفتم به لحاظ اعتقادی است. مثلا یک نفر انسانی خیلی مجتهد صاحب نظر می آمد، یک دیدگاهی را مطرح می کرد و دیگران پیروش می شدند. خب این بهش خودش یک مکتبی اعتقادی. این که میگن معتزله یعنی همین، یک نفر آمد یک دیدگاهی را ابراز داشت و دیگران آمدن پیروش شدند. در مقابل نه، مثلا یک کسی دیگر یک دیدگاهی مخالف آن را مطرح کرد. بعد باز با مرور زمان مثلا امام ابوالحسن اشعری ظهور کرد، او آمد باز یک دیدگاه‌های معتدل‌تری را مطرح کرد که میان تقریبا فی ما بین معتزله بود، مثلا دیدگاه‌های افراطی جبری ها بود اهل حدیث. در مورد اینکه یکی از اختلافاتشون هم این بود که آیا اصلا ما علمی کلام حق داریم مثلا خودمون رو مشغول کنیم با علمی کلام، از این بحثا. خب به هر صورت این اختلافات تقریبا میتوان گفت طبیعی است. انسان ها همان گونه که در صورت و سیرت و عرضم حضور شما فعل و خوی و اینا با هم گوناگونند، در نحوه برداشتشان هم با هم خب مختلفند. و این اختلافات مادامی که همه در اصول اتفاقی نظر داشته باشند، اصول دین، اصول مهمترین اصول دین، اصول دین با هم متفق باشند، این اختلافات اشکالی ندارد. اصول دین و ضروریات دین، البته ضروریات دین یک واژه است اعم از اصول و بعضی از ضروریات فقهی. ضروریات دینی مثل این که مسلمان باید معتقد به توحید باشد، خدا را به یگانگی خداوند در ذات و صفات و عرضم به حضورتان تدبیر، ربوبیت و الوهیت یعنی عبادت، اینا خدا را برای خدا شریک قائل نشود. متوجه هستید؟ یا یکی از ضروریات دینی این است که همه مسلمانان باید پایبند به ادای نماز باشند، باید روزه بگیرند، باید حج را واجب بدانند. متوجه هستید؟ یعنی یک کسی که اینها را از ضروریات دینی دانست این دیگر مسلمان است. حالا در اختلافات در بعضی از احکام فقهی که خواهد آمد یا در بعضی از عقایدی مثل همین کلام الهی یا قضا و قدر الهی، نمیدونم در مورد صفات خبر، اینها خب اینها باعث نمی شود که مسلمانان از هم جدا شوند. در ابتدای کارم همین گونه بود. مثلا فرض بفرمایید پایه‌گذاری همین مذهبی تشیع شیعیان، پایه‌گذار نه، یعنی یکی از افراد خیلی مهمش امام جعفر صادق است، نبیره پیامبر. ایشان خب وقتی درس میدادن در هنگام درسشان همه شرکت میکرد. متوجه هستید؟ امام مالک در درس های امام جعفر صادق شرکت میکردن.
و امام جعفر صادق میدونستند که اختلاف نظر دارند با آنها، مشکلی نداشت که با هم دعوا نداشتند که، چون در 70-80% مسائل تمامی مسلمانان با هم اتفاق نظر داشتن. حالا اون 20% یا 30% که مواردی که با هم اختلاف دارند که مشکل نیست. و این نکته را هم عرض کنم، این که امروز میبینیم یا در تاریخ خوانده ایم که بین پیروان مذاهب حالا درگیری های شده، جنجال های در گرفته، ریشه‌اش سیاست است. دوستان عزیز، من مثال میزنم از زمان قدیم و مثال میزنم از معاصر. مثلا در مورد کلام الهی عرض کردم که برخی از مسلمان ها معتقد بودند که قرآن حادث است، بعضیشان قدیم. یک بحثی صرف علمی است. حالا اگر فرض بفرمایید یکیش درست بود یکیش نادرست، هم خدا این گونه خطاها رو ازش میگذرد، در میگذرد. چون ما یک اصلی داریم در اسلام به نام این اصل که اگر مجتهد اجتهاد کند و مجتهد کند و دیدگاهش را ابراز بدارد، اگر این دیدگاه او مطابق با واقع بود، یعنی حق بود، همان بود که اسلام میگوید، این دو پاداش دارد. اگر نه مطابق با آن نبود، یک پاداش دارد، فله اجر واحد. مسئله کلام الهی که آیا حادث است یا قدیم خیلی مهم نیست، اما سیاست پلید از این سوء استفاده کرد. زمان مأمون خودش گرایشاتی معتزلی داشت. معتزلی ها معتقد بودند که کلام الهی حادث است. اون وقت مأمون دستور داد همه باید معتقد. ببینید بعضی کارهایی بعضی از این خلفا خیلی بی‌معنی است، مگر عقیده چیزی است که تو قرآن میگوید در مورد عقیده که لا اکراه فی الدین. اینجا به دین مراد همون معتقدات دینی است، اعتقاد است. اگر یک نفر نصرانی است، تو دلیلت را مطرح کن مسلمان، اگر قانع شد خودش میپذیرد، اما در تحمیل عقیده تو حق نداری کسی رو با زور مسلمان کنی که لا اکراه فی الدین به این معناست. حالا این مأمون آمد چیکار کرد؟ گفت که همه باید معتقد باشند که کلام الهی حادث است نه قدیم. خب عجب دستوریه. یک نفر فرض کنید در حق ضمیرش، در ضمیر خودش معتقد شده است، قانع شده است که مثلا دلیل هست که قرآن قدیم است. حالا کاری نداریم، درست است خطا است کاری نداریم، تو با زور میتونی رو مثلا اعتقادش رو تغییر بدی. حالا یک همینجوری دستوری صادر کرد و هر کسی هم که نمیپذیرفت از دم شمشیر میگذارد. بعد این مأمون هم که رفت تو پسرش معتصم بود، یک زمانی این اعتقاد حاکم بود در خلافت عباسی ها، اما زمانی متوکل نه، کسان سری قدرت خودی متوکل کسی بود که معتقد بود که نه قرآن کریم کلام الهی قدیم است. مثلا تابعی امام احمد حنبل بودیم. خب این چیکار کرد؟ مثل همون کاری که جدش کرده بود انجام داد. تمامی کسانی که معتقد به حدوث کلام الهی بودند کشت. ببینید سیاست، تو چی کار داری؟ تو خلافتت هم انجام بده، چی کار داری به این کارا؟ متوجه هستید؟ حتی ببینید درست است که خلیفه اسلامی بود، کشور اسلامی بود، شکی نیست، اما در این گونه موارد اینکه برای هر کسی معلوم است که عقیده چیزی نیست که تحمیل شود بر مردم. که حالا من بحثم اینجاست که هر کجا دیده درگیری هست، اختلاف هست، ریشه اش سیاست هست. اگر این سیاسی ها حکومتدارا با هم کنار بیاند، سوء استفاده نکنند، بهره برداری نکنند از عقیده و اعتقادی مردم، دیدید همه در کنار هم مسالمت آمیز زندگی میکنند. این یک مثالی بود از قدیم. حالا در قدیم هم مثال های زیاد است. آنجا که دولتی مثلا، حالا من مثال ها از جدیدش زدنم چون وقت کم، در این زمان یک کمی بین شیعیان و اهل تسنن یک
جنجاله که هست که انشالله امیدواریم که دیگه این تمام شود، همدیگر رو تحمل کنن. سری چی دعوا میکنید آخه؟ آدم مگر سری ایمان دعوا دارد با هم؟ ببینید علتش هم سیاست. شما اگر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگاه کنید، خیلی هم ما بین مسلمانان مسئله شیعه سنی نداشتیم. خب در ایران انقلاب اسلامی پیروز شد، خدا رحمت کند امام خمینی، یک دولتی برگزار کردن، بنا نهادن با اسلامی است دیگه، همه برای همه معلوم است دیگه. سری قدرت هم یک انسانی فقیه میست، یعنی عالم دینی مجتهد. خب سیاست های ایران هم که از اول برای همه معلوم بود، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. یا از اول هدف جمهوری اسلامی امریکا بود. گفت تو شیطانی بزرگی، باید از این منطقه گرت گم کنی، باید از اینجا روی. یعنی اون زمان شوروی هم بود، شوروی هم باید رود، توی هم باید روی. خب امریکایی ها هم خب در منطقه منافع داشتن، مصالح داشتن. این نفت که ماشاءالله در کشورهای خلیج بود یا در ایران بود که تقریبا امریکایی ها و غربی ها مجانی میگرفتن، یعنی با پولی خیلی کم، در اینکه همه بدانند دیگه این چیزی سری نیست. خب اینا دیدن که این امام، این حکومتی که درست کرد خلاف منافع این است، خلاف مصالح این است. خیلی شیطنت کرد این آمریکا برای اینکه از بین برد این جمهوریه. بعد خب مثل همون کسی بیاد، مثل همون شاهی قبل از انقلاب که با امریکا خوب بود، مشکلی نداشت با امریکا، با این اسرائیل صهیونیست، این حکومت نامشروع مشکلی نداشت. امام هم که آمدن گفتن باید اسرائیل از بین رود. از بین رود البته نه اینکه حالا همه مورد اونجا، نه، این حکومت نبود از بین رود. این حکومت مثلا گرش گم کند از اینجا، باید یهود و مسلمان و مسیحی در آنجا در کنار هم زندگی کنند، دولتی با رأی مردم انتخاب شود. حرف امام این بود. امریکا هم دو چیز دارد در این منطقه، یکی همون حمایت از اسرائیل، یکی منافعی مصالحش، همون نفت. این نفت به منزله این خون امریکاست، رگهای امریکا خونش با این نفت این خلیج. بعد